سلام، آیا اغلب خود را غرق در وظایف و برای مدیریت مؤثر زمان خود تلاش می‌کنید؟ اگر چنین است، شما تنها نیستید. امروز ما در مورد چگونگی ایجاد یک برنامه ریز عالی برای کمک به شما در کنترل برنامه خود و افزایش بهره وری صحبت خواهیم کرد. مدیریت زمان در زندگی پرشتاب ما بسیار مهم است. با برنامه ریزی مؤثر می توانیم استرس را کاهش دهیم، کارایی را افزایش دهیم و برای چیزهایی که واقعا مهم هستند وقت بگذاریم. بنابراین بیایید به دنیای مدیریت وظایف و برنامه ریزی شیرجه بزنیم تا ببینیم چگونه می تواند روال روزانه شما را متحول کند. بسیاری از ما در مدیریت وظایف خود با چالش‌های رایجی روبرو هستیم. به تعویق انداختن کارها، عدم اولویت بندی و احساس غرق شدن در لیست کارهای بی‌پایان می‌تواند مانع پیشرفت ما شود و بر رفاه ما تأثیر بگذارد. پرداختن به این مسائل برای داشتن یک زندگی متعادل‌تر و رضایت بخش ضروری است. یکی از راه‌های مؤثر برای مقابله با این چالش‌ها استفاده از برنامه‌ریزی است. یک برنامه ریز به خوبی سازماندهی شده به شما این امکان را می‌دهد که وظایف خود را یادداشت کنید، اهداف قابل دستیابی را تعیین کنید و فعالیت‌ها را بر اساس اهمیت آنها اولویت بندی کنید. این به شما کمک می‌کند متمرکز، با انگیزه و در مسیر دستیابی به اهداف روزانه خود باشید. با یک برنامه ریز می‌توانید اهداف خود را به مراحل قابل مدیریت تقسیم کنید و پیشرفت خود را در طول مسیر پیگیری کنید. بیایید به بخش هیجان انگیز بپردازیم. ایجاد برنامه ریز شخصی با کیفیت بالا. با انتخاب قالبی که با نیازهای شما مطابقت دارد شروع کنید. خواه یک برنامه دیجیتال، یک نوتبوک فیزیکی یا ترکیبی از هر دو باشد. سپس آن را سفارشی کنید تا سبک و ترجیحات منحصر به فرد شما را منعکس کند. بخش‌هایی را برای کارهای روزانه، اهداف بلند مدت، ردیابی عادت و نقل قول‌های الهام بخش اضافه کنید تا انگیزه خود را حفظ کنید. طرح‌ها و طرح‌های مختلف را آزمایش کنید تا زمانی که بهترین گزینه را پیدا کنید. به طور خلاصه، مدیریت زمان مؤثر برای موفقیت در زندگی شخصی و حرفه‌ای ضروری است. با صرف زمان برای ایجاد یک برنامه ریز با طراحی خوب، می توانید گردش کار خود را ساده کنید، استرس را کاهش دهید و به اهداف خود با کارایی بیشتری دست یابید. به یاد داشته باشید، یک برنامه ریز فقط یک ابزار نیست، بلکه همراهی است که شما را در سفر روزانه به سمت موفقیت راهنمایی می‌کند. دائما شما را تشویق می‌کنم که با ایجاد برنامه ریز شخصی خود اولین گام را برای مدیریت بهتر زمان بردارید. تجربیات و نکات خود را در نظرات زیر به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید که برای اطلاعات ارزشمندتر در مورد مدیریت زمان مشترک شوید. بیایید با هم هر دقیقه را مهم کنیم و بهترین زندگی خود را داشته باشیم. ممنون از ملاحظه‌تان. اگر محتوای ما برایتان مفید بود، با دنبال کردن کانال ما حمایت کنید.